گر بمیرم همچو فردوسی مرا در مزار خلق نگذارند لک شعر در حلقم بمیرم شاعر خلقم بمیرم. با قرائت همین شعر بازار صابر شاعری معروف تاجیک در آغاز محفل نظمش از زندگی پرماجرای خود در 30 سال پیش محبس و مهاجرتی که تا هنوز ادامه دارد یاد کرد. و جز این چند جمله در محفل خود بازار صابر دیگر فقط شعر خواند. طوری هم قبلا گفته میشد شاعر اصلا به سیاست دخل نکرد و بجز قرائت شعر دیگر در یگان موضوع هم صحبت نکرد. خواهرکان خاندانم کو 100 سال دراز خانه نارفته. محفل شعری بازار صابر که بعد بازگشت نوبتیش از امریکا در تالار تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برگزار شد با حضور زیادی هواداران و شاعران و فرهنگیان تاجیک برگزار شد. سیدقل بلالوف آوازخوان که رپرتوار ترانه‌هایش اساساً از شعرهای بازار صابر عبارت است در این محفل در برابر شاعر روی صحنه بود و با طلب شاعر شعرهای معروف او را اجرا کرد. این سرود با خواهش خود استاد بود. این تاریخش همین است که من روبایی را در طریق رادیوی آزادی شنیدم. اون وقتا در قربت بودن استاد. باید گرفته بعد آهنگ ساختم. نه که گریسته من همین آهنگ آفریدگی. کسی دل داره همین آهنگ به تفاوت قبول کردن نمیتونه. بهار آمد. بازار صابر بعد از انجام محفل در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد 1 سال اقامتش در امریکا برای تجلیل از جشن نوروز به تاجیکستان آمده است. اما نگفت که بعد از ادای جشن نوروز دوباره به آن سوی اقیانوس برخواهد گشت یا نه. ولی بازار صابر در محفل شعرش رسما اعلان کرد که 21 سال باز در مهاجرت است. فقط در نوروز اشتراک کردم. به امریکا که رفته پیش بچه‌ها. نه من نه بچه‌ها دارم. هر روز زنگ میزنن که ما بابا بیا. بابا کام بک. پیش بچه‌ها گفتن که نه بچه‌ها برای دیگه چه مقصد نیست هیچ یگام برنامه هم دیگه نبود. شاعر معروف بازار صابر در عین انتخابات پرزیدنتی 3 سال پیش در تاجیکستان با دعوت رئیس جمهور امام علی رحمان به کشور آمد و گفته بود در این جا اقامت خواهد کرد.